در کجایم؟ در قبر نیستی. تو کیستی؟ یگانه آدمی که قرار میبرارد که تو از اینجا به کجا میروی. چی میخوایی؟ همان چیزی که میدانی. با کی کار میکنی؟ با خودم. تو خودت کیستی؟ دولت. بکش مرا. حکم قتل بیکار کرده می شود. اگر دولت باشی همه آن چیزی رو که میدانم میدانی. باز میدانی که من گپ نمیزنم. تنها میدانم که با آنهایی که گپ نمیزنند چی می شود. تو مرا چه خیل به دست گرفتی؟ آفرین بچه ها، خوب کار کردید. سراسیمه نشو، ما هنوز نقاب‌هایمان را نکشیده ایم. با کی کار میکنی؟ به هلال احمر. ایوانوف رو کشتی، مرا نیز میکشی. در طرف کیستی؟ به تو خیلی شوق آور است. بیشتر از مرگ. تو به هر دویشان خیلی نزدیک هستی. به بحر شست پرتافتم و تو رو داشتم. چون از پسم پایده ای. اینقدر وقت در کجا بودی؟ بعضا زنگ دولت آنگاه صدا میدهد که همه به آخر میرسد. تیزترین نجمی 24 ساعت وقت داری. تو همه را در مورد قراخانلی و شورای او نقل میکنی. درباره کارهای اجرا شده، علاقه ها، هدف ها و نتیجه ها. از این به من چی فایده است؟ حفظ دولت، مرگ در پیرانسالی، اما زندگی عالی. اگر راضی نشوم چی؟ آنگاه تو چهره دیگری دولت را میبینی. احمق خبر فرستاد و خوردن میخواهد. او زنده بود است؟ نمیدانم، اما امروز باید تو را ببیند. از آن زمان 30 سال گذشت کلیچ. میدانم، من هم حیران شدم.
تو اگر ندانی که در دوام 30 سال آدم زنده است یا نه، پس سخنهای او برای تو مهمند. عجیبش این که چرا عیناً حاضر با خوردن میخواهد. بیا فکر کنیم که در زندگیمان در این مدتی 30 سال چی تغییرات شده است. وا میخوریم. آن کارهای خوردی که ما با آنها توجه نداده ایم خیلی بزرگ شدند کلیچ. اگر خاموش ایستد این طور شده نمیتواند. او چقدر خاموش خواهد ماند؟ آنهایی که در کلبه ها 20 سال میمانند بعضا به گپ میدرآیند. اگر گریزد از آنجا حجره نیست که از آن 20 سال پس نگریزد. شیرکم تو طرفدار کیستی؟ تستری. او را بجز شما کی از دستانی من میگیرد؟ اما چون گرفتید پس باید به گپ درآید. او اگر راست نگوید پس حیات ما هیچ ارزشی ندارد. تو را مافیای رقم 1 در ترکیه کردیم، تو باشی باز شکایت داری. شما در چی باره میگویید؟ بعدی اندکی عملیات به آخر میرسد. میدانی قلم مرا شکستند. کدام قلم؟ مرا تحت نظارت قرار دادند. کی به راه مانده است؟ آنها کیند؟ آنها شیران وادی اند. شغال ها کیستند نمیدانم.